به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر یکایک حاضرین محترم، شنونده و بینندگان گرامی. شمس‌الدین هستم از نهضت اسلامی تاجیکستان و با موضوع نهضت اسلامی در مسیر تاریخ. در صحبت قبل با دوستان کوشش کردیم شرایطی اون سالهای تأسیس یافتن یک چنین حرکت را مختصراً خدمت برادران برسانیم و مخصوصاً جوانان گرامی که اون وقتها نبودند و از این واقعیت‌ها خبر ندارند. امروز هم می‌خواستیم صحبت را ادامه بدهیم، ولی موضوعی که بدون شک ربط مستقیم به نهضت اسلامی تاجیکستان دارد و امروزها در مطبوعات داغ هست، این موضوع باز همین نهضت اسلامی تاجیکستان است و کوشش بر این شده ایستاده است که نهضت اسلامی تاجیکستان را از صحیفه تاریخ، مخصوصا تاریخ منطقه و تاریخ تاجیکستان به دور انداخته شود تا اینکه یک ذهنیت خوب، یک شناخت درست از این حرکت به وجود نیاید. وقتی که انسان می‌بیند که چقدر مطبوعات دوری و چقدر رسانه ها در داخل و خارج از یک فرد یا از یک جامعه یا حرکتی یا از یک دولتی میگویند، این معنای آن دارد که واقعا این ابیکت وجود دارد و کسی را خوشحال میکند و کسی را هم ناراحت میکند و گفتگو دائما در مقابل یا درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شنونده و بینندگان عزیز را معلوم میکند که واقعا این حرکت، این حزب، این نهضت اسلامی تاجیکستان شاید دیگر حتی برای یک آدم ناشناس توجه ظاهر میکنند و دنبال اون میشوند که بفهمند که این چه حزب است که امروز همه روز در مطبوعات حکومت، مسئولین حکومت، تشکیلات ها و حتی در باغچه ها هم کوشش میکنند که چیزی علیه او بگویند. همین هم یکی از بزرگی های نهضت است که در داخل تاجیکستان با گفتن علیه او حرف یک عده انسانان، شهروندای ما بتوانند جای خود، مقام خود، کار خود را یک کمی ادامه بدهند و زندگی کنند با تنقید نمودن نهضت اسلامی تاجیکستان و اسلامی ها. اما چیزی تعجب آور این بود که در ماهی که گذشت، ماهی که در آن امضای سازشنامه صلح در کرملین مسکو به امضا رسید و سازشنامه صلح را از جانب مخالفین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مؤسس نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی شریف رحمانوف امضا کردند. کسی که در اون شرایط اون شب در اونجا حضور داشت واقعا هم با وجود یک شخصیت مثل سید عبدالله نوری و وجود یک نهضت مثل نهضت اسلامی تاجیکستان فخر میکرد. واقعیت‌های زیاده در اون شب و در اون شب‌ها گذشتند که بعضی از شاهدان اون دوره از دنیا رفتند، بعضی در زندان نشستند، ولی حالا هم هستند کسایی که بتوانند درباره این حقیقت‌ها بگویند. اما اینکه رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود اعلان نمود که ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ قرارداد امضا نکرده ایم و ما در نزد اونها هیچ تعهد نداریم، این برابر با اون بود که با اون اهمیتی که نهضت اسلامی تاجیکستان داشت
اون فعالیتی که نهضت اسلامی تاجیکستان داشت و البته در اتحادیه اپوزیسیون هم گروه های دیگری بودن، ولی اینکه اصل این حرکت را نهضت اسلامی تاجیکستان به دوش داشت و رهبری اون را هم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دوش داشت. یک سخنهایی بود که اولا یک کمی مقصد از این را نمیفهمیدیم برای چی این را گفت، ولی بالاخره وقتی که کمی به گذشته نه چندان دوره که یک آشنایی از رفتی چگونه این سازشنامه صلح به امضا رسیدن و ارتباط های آقای رحمانوف با استاد سید عبدالله نوری، ارتباط های مکرری که از طریق در هر کشوری که صورت می گرفت با تلفنی مستقیم، فقط تنها 7 مرتبه رحمانوف با استاد سید عبدالله نوری ملاقات های حضوری داشتند و صحبت هایی که ایشون میکردن درباره آینده تاجیکستان و گوش میکردن از استاد صحبت ها را، انسان را به خنده وادار میکند که چگونه میشود وقتی در این دور زمانی که تمام مطبوعات، تمام اینترنت، رسانه ها، روزنامه ها، شاهد های زنده وجود دارند، انسان یک حقیقت رد نشونده را انکار کند. گر نبیند شب پرک آفتاب را، نقص نبود مهر عالم تاب را. از این که کسی نمیخواهد نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبر اون را و اون هیئت مذاکره کننده را در طرف صلح ببیند، این چیز از بزرگی این شخصیت ها کاسته نمی شود. اینها بودن نهضت اسلامی تاجیکستان با تعدادی صدها نفر مهاجرش بود و با تعدادی 10,000 مجاهدش بود که توانست این رژیم را مجبور کند که به پس میز مذاکره صلح بشینند. تقریبا 5 سال پیش در یکی از سفرها ما با معاون وزارت امور خارجه روسیه که در زمانش شروع کرده بود به کارهای صلح، آقای ادمیشین، همسفر شدیم. البته ایشون این صحبت ها را بعداً هم در بعض کنفرانس یا که واخوری با کدام خبرنگارا هم گفته بود، ولی در اونجا عیناً این حرفا را با ما گفت که شما شاید خبر نداشتید ولی رحمانوف اصلا با شما صلح کردنی نبود. ما مجبور شدیم که پولی که از ما میگرفت اون را قطع کنیم، کمک‌های مادی را، و ایشون مجبور شدند که به این مصالحه تن بدهند. و در یوتیوب و در اینها هم گمان میکنم که جای اونها مصاحبه های دادند و پخش کردند. چیزی دیگری که میخوام برات بیارم این که اولین مراتب وقتی جناب پریماکوف، سروزیر وزیر امور خارجه روسیه، اون از رئیس تشکیلات کشف روسیه، آقای پریماکوف وقتی که به مسکو آمدند و وقتی که به افغانستان آمدند و با استاد سید عبدالله نوری صحبت طولانی داشتند با توسط مترجم، وقتی که صحبت تمام شد از جا بلند شد، از ناگاه کنار آمدند و ایشون شرقشناس هم بودند و با زبان عربی هم مسلط بودند، ولی آمدن از دست استاد گرفتند و گفتند که من از اینکه اینجا بیام و شما رو ببینم خیلی خوشحالم، چون واقعا مرد را دیدم که او ملت و وطنش را از تمام امبیسی‌های شخصی و حزبی گروهیش بالا می‌داند و مرد صلح را دیدم که تا این دم از طرف مقابل ندیده بودم و ما با هم کار میکنیم که حکومت هم این صلح را قبول خواهد کرد و اون آرمان‌های ملی و دینی که شما دارید، آن کشور آزادی را که شما میخواهید، شما با اون موفق میشید. گرچند باید بگویم که جنگ کردن هم با شما مشکل است، چون شما یک انسان‌هایی هستید که هدف‌های عالی دارید و مقصدهای بزرگی دارید و با این گونه مردم جنگ کرده هم نمیشه. حالا میگردیم به سخن‌های آقای رئیس جمهور.
خب اگر شما با نهضت اسلامی تاجیکستان صلح نکردید، اگر شما امضای سازشنامه را با نهضت اسلامی تاجیکستان نکردید، با کدام حزب و گروه ها کردید که با اونها وفادار ماندید، به عهد خود وفادار ماندید؟ مگر محمد رضا اسکندرов رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یک فرد مؤثر در این روندها فعلا در کجاست؟ مگر با او وفا کردید، خیانت نکردید؟ شما با کی، با حزب نهضت اگر نداشتید این تعهد را، با حزب دموکرات نداشتید، با آقای لطیفی و اونها کجا شدن؟ مگر با اونها شما وفاداری کردید و در تعهدتان با اونها ایستادید؟ ما دور نرویم از واقعا افرادی که در کمیسیون آشتی ملی فعالیت کردن واقعا قهرمانند. اینها هستند که واقعا فعالیت کردن و به خاطر جاری شدن و پیاده شدن این سازشنامه تمام کوششان کردن. اونها در اون جایی که اونها میخوابیدن، ترک خانه و منزل و کودک از دو جانب، اکثریت در مهمانخانه میخوابیدن با اون شرایط های پستی که در اونجا بود، ولی اونها برای صلح مبارزه بردن. چرا از اونها قدردانی نمیشود؟ مگر بجز از چند نفره که امروز در بعضی مسئولیت های هستند و اونها فقط به خاطر این موندن که بیچاره غرور خودش را شکستن و هرچند که از طرف حکومت گفته میشود اونها اینا را تکرار میکنن و یک مقامه خود را حفظ کردن. اما یک شخصیت های کمی آزاداندیش و کمی فکر خودشان را میتونستند بگویند، اونها هم با مشکل ایجاد شد. اونها کجا شدن که حتی در معرکه های این سازشنامه صلح هم دعوت نمیشوند و حضور نمییابند. عبدالمجید دوستیوف هم رئیس این کمیسیون بود و خدمت‌های ارزنده در این راه کرده است. درست است ما بعضی حرف‌ها و انتقادهای بین همدیگری خودمون داریم، ولی ایشون واقعا در اینجا بود و خدمت کرد. رفت کجاست که حتی در معرکه‌ها دعوت نمیشد. با اون چی کردید که ما نهضتی‌ها امید یک هوایی در سرمون بپیچد؟ زید سعیدوف یکی از فعالان بود برای رسیدن به این سازشنامه صلح. خب با او چرا اینطور رفتار کرده؟ اونی که شما در سخنرانی آزاد خودتون از اون تمجید میکردید که اگر مثل زید چند نفر دیگر داشته باشیم به کجاها میرسیم؟ در کجاست؟ چی بلایی به سرش آمد؟ خب دیگه انسان نمیدوند که از چی یادآوری کند که یک کمی قلبش به طرفی بگد ما خطا کردیم. حاضرین بدانند نهضت اسلامی تاجیکستان با رهبری و مؤسسی او سید عبدالله نوری واقعا هم برای رسیدن به صلح تمام زحمت ها کوشش‌های خود را کردند. همه میدانند که استاد سید عبدالله نوری نه مقام گرفتن، نه منصب گرفتن و نه حتی کمک های مادی گرفتن. در پیشنهاد اخیر رئیس جمهور برای کمک یگام مالی یا یگام مقام، استاد گفتند که من همه چی را دارم. این که مردم من امروز بی ترس از صدای تیر میخوابند و میخیزند، این که در کوچه ها طفلکان میخندند و این که مادران و خواهران آزادانه سیر و گشت میکنند، از ترس سلاح به دستان پنهان نمیشوند، این برای من هم مقام است، هم مادی است، همه چی هست. ولی شما به مردم چی دادنی هستید؟ این را شما جناب رئیس مطرح کنید. و اگر نهضت گناهگار بود کن رو بستید و برآمدن رفتن، نیستیم. اونهایی که بودن زندانی کردیدشون، اونهایی که بعضیشون به شهادت رسیدن، بعضی‌ها در هجرت هستن. خب امروز چیزی پیش روی شما رو میگیرد که از خدمت کردن به مردم پیش روی شما رو میگیرد و نتوانید بکنید؟ واقعا هم ساختن بنا و انشاءات ها چیزی بدی نیست، چیزی خوبه هست، ولی
جوانان ما، اکثریت جوانان کل امروز در روسیه به چه حالت گرفتارن؟ ما نسل آینده خود را، همین جوانهایی که میرن با هزار عذاب و مشقت کار میکنند و باز میگردند، میآیند پول رای میکنند، خانواده خودشان را نگهبانی میکنند، در بدترین شرایط اونجا هستند و این و هواپیمایی هایی که متعلق به شما هست، به خانواده هست، در وقت سفر مهاجرت کاری آنها این حق بلیطشان را میبرید به آسمان، بعد اونها میآیند با چه مشکلات های را روبرو میشن مگر به اونها وفادار مانده؟ اگر معلم خطر ندارد، اگر دانشکده و دانشگاه ها و طلبان در اونجا مطمئنن که اینجا تجارتی است که اونها برادرش کار میکنند، پول میاره در اونجا میدهد و باهاش را میگیرد، فردا این متخصصان کدام خدمتی را برای ملت کرده میتوانند؟ بله، استاد سید عبدالله نوری، نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک جوان مردانه صادقانه به عهد خود ایستادند. گرچه بعضی اونها الان هم مثل مولوی محمد علی گرفتار زندانند، در زندان شما هستند، اونهایی که صلح آوردند. خب اگر سال دست آورده است که همیشه شما حکومت، جانب حکومت از این افتخار میکند، همه میدونند که صلح یک جانبه نیست. بله، مردم ما جنگ کردن، سلاح داشتن، مهمات داشتن، ولی با اولین ندای صلح استاد سید عبدالله نوری اونها لبیک گفتند و اینکه اونها رفتن تقریبا 10,000 سلاح را به شما سپاریدن، مگر این صداقت اونها به ملت و وطن نبود؟ پس اگر اینها خائن باشن، اینها خیانت کردن، امروز البته مرزهای خائنه و دیگر به آشکار شما با نیروهای خودتان هم این را نسبت داده ایستاده است. اگر اینهایی که از همه حق حقوقشان گذاشتن و آماده بودن که سلاح را بگذارن دنبال زندگی برن، ولی با چی بلاهای آنها را گرفتار کردید، خب دیگه کجا میماند جوانمردی؟ کجا میماند اون دعوا کردن از وحدت و از اتحادی و رهبری؟ برادران عزیز و خواهران گرامی، واقعا اعتقاد داریم که سازشنامه‌ای که صلحی که امضا شد با قول استاد سید عبدالله نوری، بزرگترین خدمتش این نبود که چند نفر منصب گرفتن. همه میدونست، ما هم میدونستیم که همه صاحب منصب نمیشن، ولی استاد سید عبدالله نوری میگفتند که بزرگترین دستاوردی که این صلح داشت، این آرامی را بازگرداندن به کلبه یکایک شهروندان کشور و حتی برای همسایه کشورها. این خدمت را این اتحاد اپوزیسیون با محوریت نهضت اسلامی تاجیکستان کرده است و این افتخارات به نامش واقع است. و چی کسانی بعد از او آمدن این صلح پایدار، این صلح را گرفتند، خیانت کردند، شکستند و رفتند و تنها خود را مرد میدان دیدن و هرچی میخواهند بر اون کسایی که زهرشان دادن، کشتن، در زندان ها بردنشان و بیرون از وطن کردن حرف میزند. این دیگه وابسته است به وجدان هر یک انسان. ولی این افتخارات را به نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام نیروهای اتحاد اپوزیسیون داده است که هیچ کدام اینها تا به آخر دست به هیچ خیانت نزدند و این هم از افتخارات این مردم است که در این را خدمت کردند. از اینجا در این از این منبر باز هم از اون زحمت هایی که من خودم شاهد بودم، چی در رفت مذاکرات ها، چی در کمیسیون آشتی ملی
من یک کارمندان کمیسیون رشد ملی را برای همه زحمتاشون اظهار تشکر میکنم که اونها خدمت کردن، اگرچند به قدر اونها نرسیدن، ولی اینها در نزد ملت و در نزد وطن سربلند هستند. مخصوصا کمیسیون رشد ملی، ده ها سرباز مجاهد، ده ها نفر انسان هایی که با پول و مال خود این روند را کمک کردند، همه اینها برای این ملت افتخار هستند. گرچه امروز تعدادی از اینها در زندان است، ولی مطمئنا اینها هم از این بند خلاص خواهند شد و با مردم آن نتیجه زحمت های کشیده خود را با هم میبینند. خداوند یک و یک شما را در پناه اسمت خودش نگه بدارد و با قدرتمندان و حاکمان ما هم توفیق و ناموس جوانمردی بدهد که آنها یک کمی بشینند و گذشته نچان دور و همچنین که دیگران را میترسانند خودشان هم فکر کنند که در چی شرایط بود و که ها بودن آمدند. درست است که یک تعداد حاکمان ما یک چیز خوبی دارند که آنها در نزد بلندگوک و میکروفون و کامera اصلا صحبتشون از اون صحبت هایی که با تنها میشینه، تنها با شما میشینند فرق میکند که این را خودی همون گوینده ها میدانند و ما هم که شاید بعضی صحبت ها بودیم میدونیم که در بدون میکروفون و بدون کامera حکومت به کدام زبان دیگر گپ میزنند. موفقیت، سربلندی را به تمام این ملت عزیز خودخواهانم خداوند، جوانان عزیز ما را هم از تمام مشکلات های امروزه، از زحمت هایی که در مهاجرت های کاری میبرند خداوند اینها را هم نجات بدهد، مریض های ما را خداوند شفا بدهد و مخصوصا عزیزان ما را، محبوسین سیاسی ما را که در زندان های رژیم هستند خداوند هر چه زودتر به جمع خانواده خود برساند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.